یکی از مهمترین مراحل در بخش پیش پردازش تصاویر بحث تسهیلات اتمسفری هستش که روی تصاویر اعمال میشه. بستگی داره که حالا شما از چه سنجنده استفاده میکنید. ما در اینجا به عنوان نمونه از تصاویر لندست که عمومی تر هم هست استفاده میکنیم برای اینکه تسهیل اتمسفری با استفاده از ماژول فلش در نرم افزار انویرو روش اعمال بکنیم و ببینیم چه تغییراتی در اون به وجود میاد. برای تسهیل اتمسفری با ماژول فلش ما نیاز به یک تصویری داریم که تسهیل رادیومتریک درش صورت گرفته باشه و با فرمت BIN یا BIL ذخیره شده باشه. خب برای این کار پس ما اول باید تصویر رو فراخوانی بکنیم و یک تسهیل رادیومتریک روی اون اعمال بکنیم. برای فراخوانی تصویر از منوی فایل اوپن از گزینه لندست و جو تیپ بیت متادیتا ما وارد میشیم و تصویر رو در هر جای سیستمتون که هست وارد فایلش میشید و این فایل تکست رو باز میکنید. منتظر میشید تا تصویر باز بشه. خب گفتیم که ابتدا باید ما یک تسهیل رادیومتریک انجام بدیم و با فرمتی که قابل خواندن برای فلش باشه اون رو ذخیره کنیم. ما در این قسمت سرچ کلمه کالیبریشن رو سرچ میکنیم که در واقع همون تسهیلات رادیومتریکی یا رادیومتریک کالیبریشن هست. این رو ما باز میکنیم. اون تصویر مولتی اسپکترال رو ما باید انتخاب بکنیم که حالا نرم افزار خودش به صورت پیش‌فرض این رو انتخاب کرده. تعداد باندهایی که نیاز دارید یا اون محوطه‌ای که نیاز دارید میتونید اینجا انتخاب بکنید، اما ترجیحاً اینها رو فعلا تغییر ندید و بذارید همه باندها رو انتخاب بکنه و به صورت فول اکستنت هم باشه. اوکی رو میزنیم، وارد یک پنجره جدید میشیم. در اینجا یک سری گزینه ها هست. در قسمت اوتپوت ما یک مسیر ذخیره میدیم به این تصویرمون. مثلا همین جایی که هست من یک اسمش میدم. خب در این قسمت هیچ چیز رو تغییر نمیدیم، فقط بر روی این گزینه اپلای فلاش ستینگ یک کلیک میکنیم و همونطور که میبینید اینجا اوتپوت اینترلیب ما به فرمت بیل یا همون فرمت BIL یا همون فرمتی قابل خوانه و در قسمت فلش هست برای ما نمایش داده میشه. خب گزینه اوکی رو میزنیم و منتظر میشیم تا کار تسهیل رادیومتریک انجام بشه. این کمی زمان برخواهد بود. خب تصویر ما تسهیل رادیومتریک درش صورت گیره و همونطور که میبینید در اینجا ما میتونیم اون رو ببینیم. خب مرحله بعد وارد بخش تسهیلات اتمسفری میشیم با ماژول فلش. ما این بالا فلش رو سرچ میکنیم اگر مسیرش رو بلد نیستید. این گزینه فلش اتمسفری کارکشن رو ما باز میکنیم. خب در اینجا سری گزینه‌هایی هست که باید کامل بشه تا این تسهیل صورت بگیره. اولا که اینپوت رادیانس ایمیج ما هست که همین تصویر اصطلاحاً تصویری که تسهیل رادیومتریکی درش صورت گرفته این رو فرا میخونیم. کالیبریت 38 اوکی. و اینجا یک گزینه برای ما باز میشه در قسمت رادیانس اسکیل فاکتور. شما گزینه دوم رو بزنید، یوز سینگل اسکیل فاکتور فور آل بانز. این رو ما انتخاب میکنیم. این عدد پایین اسکیل فاکتور رو ما تغییر نمیدیم، روی اوکی کلیک میکنیم. در قسمت بعدی یک مسیر خروجی برای تصویر تعریف میکنیم. هر جای از سیستمتون که دوست دارید اون رو میتونید مسیر رو بهش بدید. خب هر جایی که دوست دارین مسیر رو بهش اعمال میکنید و یک اسمش میدید و گزینه اوپن رو میزنید. در قسمت اوتپوت دایرکتوری فور فلش فایل، همون فایلی که تصویرتون رو درش ذخیره کردید، یعنی اون خروجیتون رو در اون ذخیره کردید، همون فایل رو بهش معرفی میکنید.
مثلا من اینجا ذخیره کردم و همین فایل رو هم بهش معرفی میکنم. در این روت نیم فور فلش فایل هم یک اسم بهش میدید. در این روت نیم اطلاعات مربوط به این تغییراتی که در تصویر اعمال کردید براتون ذخیره میشه. خب قسمت بعدی اینجا ما یک سری گزینه‌ای داریم که باید تکمیل بکنیم. یه دونه سنسور تیپ هست، سنسور تایپ هست. اینجا ما مشخص میکنیم اولا تصویر ما هایپر اسپکترال هست یا مولتی اسپکترال. خب ما تصویر لنست رو داریم، مثال داریم قاعدتا مولتی اسپکترال هست و در اینجا وارد میشیم و اون سنجنده‌مون رو مشخص میکنیم کدوم یکی از سنجنده های لنست وجود داره که اینجا لنست 8 رو ما استفاده کردیم از سنجنده OLI. خب من این رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید اینجا به طور خودکار اون ارتفاع سنجنده و اندازه پیکسل ها برای ما نمایان شد. قسمت بعدی فلایت دیت و فلایت تایم، یعنی تاریخ تصویربرداری و ساعت تصویربرداری رو از ما میخواد. خب این رو هم شما میتونید خیلی راحت وارد پوشه تصویرتون بشید و در این فایل متادیتایی که وجود داره شما اینها رو پیدا بکنید با یک. اینجا دقت کنید منظور ما تاریخ دانلود تصویر نیست، ملاک ما تاریخی است که در اون تصویر توسط سنجنده اسکن شده، یعنی این دیت اکوایرد رو ما میخوایم، میشه 3/4/2015. خب ما این رو میایم وارد میکنیم 4 2015. خب در قسمت تایم هم به همین ترتیب در همین فایل متادیتا ما میتونیم با نوشتن گزینه تایم و سرچ رو پیدا بکنیم. این سنتر تایم رو ما میخوایم 6:25 دقیقه و 17 ثانیه. این رو هم در اینجا وارد میکنیم. خب یه گزینه دیگه هم اینجا داریم گراوند الیویشن، یعنی اون متوسط ارتفاع که روی زمین وجود داره در این شیت تصویر شما. این رو شما میتونید یا اینکه به هر حال میدونید متوسط ارتفاع منطقه چقدره، یا هم که میتونید روی گوگل ارث یه به صورت گذران نگاه بندازید و تقریبی به صورت حدسی این عدد رو به صورت کیلومتر اینجا وارد بکنید. اون منطقه روی گوگل ارث پیمایش کنید و نگاه کنید ارتفاعات به چه صورت تغییر میکنه و یک حد میانگین رو براش در نظر بگیرید که حالا اینجا من از قبل تعیین کردم این ارتفاع رو. خب گزینه بعدی ما اتمسفریک مدل هستش. خب این اتمسفریک مدل از کجا به دست میاد؟ یک جدولی وجود داره که این میزان تبخیر آب و اینها رو در جاهای مختلف مشخص کرده به صورت اعدادی هستن که حالا محاسبه شدن و بر مبنای اینها شما اگر اطلاعات تبخیر رو داشته باشید میتونید تبخیر منطقتون رو میتونید اینا رو به دست بیارید. اگر نه اینجا باز اگر شما اون اطلاعات تبخیر رو نداشته باشید میتونید بر مبنای این اعدادی که حالا اینجا محاسبه شده اون مدلی که اینجا وجود داشت رو شما انتخاب بکنید. اتمسفریک مدل بر مبنای این اعدادی که اینجا وجود داره عرض جغرافیاییتون رو مشخص میکنید و ببینید توی چه ماهی تصویرتون برداشت شده و بر مبنای همون این مدل رو انتخاب میکنید. خب حالا اینجا من مدل من میشه پس مید لاتیتیود سومر، این رو هم انتخاب میکنیم و دقت کنید این بخش آیروسول ریترایوال روی همین گزینه که وجود داره قرار بگیره. اینجا هم آیروسول مدل هست. اگر تصویر شما مربوط به مناطق شهری هستش یعنی اونجا رو باید اوربان انتخاب بکنید، اگر کوهستانی هستش توپوگرافیک رو انتخاب بکنید، یا هم اگر دشت هستش همون رورال رو انتخاب بکنید.
در قسمت اینیتیال ویزیبیلیتی اینجا ما باید ببینیم اون فاصله دید ما چقدر هست. اینجا هم باز یک سری استانداردهایی وجود داره در این جدول. همونطور که میبینید اگر کاملا شرایط آب و هوایی ما صاف باشه بین 40 تا 100 کیلومتر هستش این قدرت دید. اگر مه آلود باشه 20 تا 30 کیلومتر و اگر خیلی مه غلیظ باشه 15 کیلومتر یا کمتر. این هم بستگی داره به میزان اون پدیده‌های اتمسفری توی تصویرتون. خب این رو من همون 40 قرارش میدم و تغییرش نمیدم. بر مبنای حالا اون نگاه اولیه‌ای که بر تصویر داشتم میدونم هیچ گرد و غبار یا مهی در تصویر وجود نداره. خب وارد قسمت مولتی اسپکترال ستینگ میشیم. اینجا ما باید یک سری گزینه‌ها رو تکمیل کنیم. در این قسمت وارد پنجره کاوپا تورنت اورسول تریوال میشیم. در اینجا در قسمت کاتی آپر چانل اینجا باید مادون قرمز میانی بالا رو ما معرفی بکنیم بهش، یعنی این SWIR2. حالا اگر تصاویر لنست 7 یا پایین تر لنست 5 باشه ما یه دونه SWIR بیشتر نداریم، همون رو معرفی میکنیم، یعنی بالاترین باند مادون قرمز میانی. و در کاتی لاور چنل هم باند قرمز رو ما بهش معرفی میکنیم. خب اینجا هم چیزی رو تغییر نمیدیم و دکمه اوکی رو میزنیم. خب ما تقریبا بله تمام گزینه ها رو کامل کردیم. خب حالا گزینه اپلای رو ما میزنیم و این بسته به سرعت سیستم شما ممکنه از بین 5 تا 20 تا حتی نیم ساعت هم طول بکشه که این کار تصحیحات صورت بگیره و باید منتظر بمونید تا زمانی که این تصحیح کامل صورت بگیره و اون گزارش نهایی رو براتون ارائه بده. خب کار این ماژول فلش به پایان رسید. تقریبا حدود 40 دقیقه برای من طول کشید. هر بستگی به سرعت سیستمتون داره این زمان متغیر خواهد بود و در نهایت یک همچین ریزالتی برای ما ارائه میده و این در واقع پایان اون کار تصحیح اتمسفریک است که با این ماژول صورت میگیره که ویزیبیلیتی رو میگه چند کیلومتر است و واتر اماونت و بقیه اطلاعاتی که اینجا از کجا سیف شده و بقیه اطلاعاتی که اینجا وجود داره. خب ما تصویر رو فراخوانی میکنیم. این تصویری که به وسیله این ماژول فلش تصحیح شد رو میخوایم نگاه بکنیم ببینیم چه تغییراتی درش صورت گرفته. یک ترکیب رنگی از باندهای 5 و 4 و 3 توی لنست 8 درست میکنیم و لودش میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب ما اگر این اسپکترال پروفیل رو داشته باشیم منتظر میمونیم تصویر کاملا لود بشه و میخوایم نگاه بکنیم ببینیم تغییرات پروفیل ها به چه صورت خواهد بود. این قسمت X روی ایندکس ما قرار میدیم و این نشانگر رو ما مثلا روی پوشش گیاهی در یک منطقه قرار میدیم فرضاً خب همونطور که میبینید اینجا دیتا ولیو ما یک سری اعداد خیلی بزرگ هستن، 4000 حتی بیشتر از 4000 هستن و ما باید این اعداد رو بین 0 تا 1 ارزش ها رو تعریف بکنیم که بعدا توی آنالیزا بتونیم تصویر رو استفاده بکنیم. خب برای این کار، برای اینکه ما این اعداد منفی و اعدادی که خیلی بزرگ هستن رو بین 0 تا 1 قرار بدیم باز از قسمت سرچ باند ماس رو ما سرچ میکنیم
و این رو بازش میکنیم. خب اینجا ما باید یک فرمول وارد بکنیم که بر مبنای این فرمول برای ما این ارزش هایی که در اینجا وجود داره رو بین 0 تا 1 قرار بده و ارزش های منفی رو هم ارزش منفی رو 0 قرار بده، ارزش بالاتر از 1 رو هم بین 0 تا 1 قرار بده. یک فرمول وجود داره که این فرمولی که اینجا هست رو شما باید وارد بکنید و اون تغییرات لازمه رو اعمال بکنید. خب من این فرمول رو کپی میکنم، میتونید یادداشتش کنید که بعدا این رو وارد بکنید. در قسمت اینترن اکسپرشن فرمول رو ما وارد میکنیم و گزینه اد تو لیست رو میزنیم. اگر فرمول رو اشتباه وارد بکنید این زیر برای شما یک پیامی میاد مبنی بر اینکه این فرمول وجود نداره که باید دقت کنید که این فرمول رو درست و دقیق بنویسید. خب اوکی رو میزنیم، وارد مرحله بعد میشیم. در اینجا ما باید این فایل فلشی که داریم رو فراخوانی بکنیم. خب اینجا اگه دقت بکنید این فایل ما وجود نداره. ما در قسمت مپ ویزیبل وارد میشیم و این فایلی که تصحیح اتمسفری روش صورت گرفته که حالا اینجا ما به عنوان فلش CH سیوش کردیم اوکیش میکنیم. تمام باند رو من میخوام اوکی میکنیم و یک مسیر ذخیره برای این ما تعیین میکنیم که هر جا دوست داشته باشید این رو میتونید ذخیره بکنید. اوپن و گزینه اوکی رو انتخاب میکنیم و منتظر میشیم که این تغییرات اعمال بشه بر روی تصویر. خب وقتی که این فرمولی رو که ما براش تعریف کردیم اعمال شد، من این رو توی یک ویور جدید باز کردم که نگاه بکنیم ببینیم تغییرات به چه صورتی خواهد بود. مثلا من این رو در اینجا قرار میدم. اگه دقت بکنید دیتا ولیوهای ما بین 0 تا 1 تنظیم شده، این ارزش هایی که برای ما وجود داره. خب اینجا من پروفیل رو براش باز میکنم که ببینیم تغییرات ما به چه صورتی هستش. و همونطور که میبینید اینجا ارزش های ما بین 0 تا 1 تغییر پیدا کرده و ما این تصویر ما آماده است که درش حالا طبقه بندی یا هر کار دیگه که قرار انجام بدید توی مرحله پردازش ازش استفاده بکنید.